هفته خبر تو خبر داره براتون از حال و روز زار عظما که باید همه بدبختی‌هاش رو از زاویه انتخابات پیش روش ببینه. از تناب تحریم‌ها که سفت‌تر شد تا افسار جناح‌های در حال جنگ و دعوا که شلتر شد، از دلار که رفت بالا تا سکوی نفتی 40 میلیون دلاری فارس جنوبی که اومد پایین چون بعد از 30 ماه که ساختنش طول کشید در لحظه نصب غرق شد. تب و لرز انتخاباتی عظما شروع شده. هر ماه و هر روز که ما نزدیک میشیم به انتخابات و فضای انتخابات 92، در این فضا که شاید بیشتر از همه محل تمرکز دشمنان نظام اسلامی است، سمفونی جدید، انتخابات آزاد، کلیدواژه‌ای پربسامد که این روزها از برخی افراد در داخل کشور و بسیاری از دشمنان و رسانه‌های مخالف ایران شنیده میشه. چرا از ترکیب این دو کلمه و پدید آمدن واژه انتخابات آزاد، واژه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران و انتخابات ریاست جمهوری پیش رو پدید میاد؟ با نزدیک شدن انتخابات جنگ و دعوا هم اوج گرفته. احمدی نژاد یک سخنرانی کرد که همش مشت زدن تو شکم و فک عظما بود، تا جایی که خیلی حرفاش تو تلویزیون نظام هم سانسور شد. شاخ و شونه‌هایی مثل این که هیچ کس نمیتونه بگه من صاحب انقلاب هستم و هر گروه و یا فردی فکر کنه صاحب انقلابه، خود انقلاب اونو پاک میکنه و بیرون میندازه و این چیزا. عظما هم جواب گماشته چموشش رو داد که فکر نکنه چون یه موقع حاله نور براش سفارش میداده الان حسابشو نمیرسه. من کسی رو متهم نمی کنم به اینکه عالماً عامداً دارد نقشه دشمن را انجام میدهد، اما به طور قطع و یقین میگویم این بازی کردن در زمینی است که دشمن اون زمین رو تعیین کرده است. جنگ و دعوای جناح‌ها که اوج میگیره، تلفات از هر دو طرف هستن. تو بحث انتخابات و مهندسی انتخابات و جعل رأی و اینها خوبه یه نگاهی به حرفای بنیانگذار تقلبات انتخاباتی نظام هم بکنیم. در بعضی جاها به من گفتند که در یک جا اون بیمار را آوردن و به صندوق رأی داده و همونجا مرده است. اینقدر اما برای رأی دادن گفته است که منو باید ببرید رأی بدید. عجب، پس سنت رأی دادن با شناسنامه مرده ها از همینجا تو نظام رایج شده. تیوی ریش این هفته هم شال و کلاه که چه عرض کنم، شال و عمامه کرد برای که ببینه چه پمادی به سوختگی‌های ولی فقیه میتونه بماله. اولیش بحران پسرخونده ولی فقیه در عراق. تیوی ریش این دفعه یه پدیده ای رو از انبارش کشید بیرون و به عنوان کارشناس آورد جلوی دوربین که اگه 10 سال درس بخونه تازه میتونه سوار کپسول حیاتی بشه و 20 دقیقه تو فضا بچرخه. عراق متفاوت از دنیای عربه، یعنی اگر در همه دنیای عرب یک حکومت دموکراتیک که با رأی مردم با انتخابات بر سر کار اومده فقط عراقه. عراق برای همین دلیله که موقعی که تظاهرات میشه آقای مالکی به عنوان نخست وزیر به عنوان عالی ترین مقام میگه نداره از فردا صبح پارلمان دولت منحل، پارلمان منحل، انتخابات جدید برگزار میکنیم. دموکراتیک ترین، یعنی اصلا من اسمش گذاشتم خودم برای خودم که دموکراسی لجام گسیخته. کارشناس لجام گسیخته رو همینجا ولش کنیم و سری بزنیم به یک گوشه دیگه ام القرای لجام گسیختگی دموکراسی. همه جای دنیا دوربین مخفی دارن، تیوی ریش هم دوربین مخفی داره. منتها دوربین مخفی آخوندی بیشتر دوربین جاسوسیه با بازجویی‌های بعدیش. توجه کنی؟ متاسفانه نمیبینیمش. چطور نمیبینی آقا؟ پیرن نارنجی، کلاه سیاه،
شما چطوری نگامش کردین؟ ما کسی رو ندیدیم با مشخصات پیرن نارنجی و کلاه سیاه اینجا رد شه فرار کنه. همین یه دقیقه پیش اومده. رفتش؟ آجا رفت؟ نه رفته هنوز. آجا رفت بهم بگو. خب دست در نکنه. خدا بچه ها تو حفظ کنه. آجا رفت؟ رفتش؟ دست در نکنه. دمت گرم. دمت گرم آجی. دمتون گرم. مرسی. دمتون گرم. من کجا معاصرت؟ یه نفر بیشتر نبود. کمک کم کن جبران میکنم. دنبالشن؟ نمیدونم. پلیس دنبالشه؟ ها؟ شاید. حدس میزنی که پلیس دنبالشه یا نه؟ بله. پلیس دنبالشه یا نیست؟ نمیدونم. آقا بیا اینجا ببینم شما. بیا ببینم. بیا اینجا ببینم تو رو. بیا اینجا وایسا. اون روزنامه رو بنداز پایین. بیا اینجا وایسا. شما پلیس دنبالته؟ نمیدونم. نه. پلیس دنبالته؟ بله من دیدم پلیس دنبالته. شما چرا به پلیس کمک نکردی؟ من نمیدونم چی خبر دارم. من نمیدونم چی کار میخوام بکنم. سرکار بیا بگیرش. این چیکار کنه بگیرتش؟ نمیدونم خبر ندارم ازی. بگیرتش؟ سرکار بگیرش. الان تازه میگه سرکار بگیرش. خبر ندارم. بابا خبر نداری وقتی میبینی که میدونم تو کارگری. خدا. این مثلا برنامه تفریحیشه که خودش از تلویزیون پخش میکنه. ببینین اون پشت مشتا چه خبره. مشنگستان این هفته اختصاص داره به چند تا مشنگ که در مسیرهای مختلف تقلا کردن با تهدید جدی نظام یعنی جوانها مقابله کنن. یکیش در زمینه علم و ارتباطات و اینترنته. عظما از ترس چیزی که بهش میگه بدنه پادگان اشرف در تهران فقط برای مقابله در فضای مجازی قرارگاه جنگ نرم در ستاد کل نیروهای مسلح آخوندی رو راه انداخته. سیبیل تا سیبیل و ریش تا ریش آخوند رو فرستاده این طرف و اون طرف که زیرا به ایمیل و اینترنت و کامپیوتر رو بزنن. جوون عزیز، اون موقعی که پای اینترنت میشینی من میدونم شیطون خیلی با تمام سربازاش میاد سراغت. برو این سایت، اینجا کلیک کن، ببین شاید یه مطلبی اینجا باشه به دردت بخوره. یه تیتری برات میاره اون گوشه، تیتر کنجکاوت میکنه، میری تو یه سایت، از اون سایت به یه سایت دیگه. تو با اینترنت چیکار داری؟ تو با سایت های مختلف چیکار داری؟ مگه هر بلوتوثی که توی گوشی آدم میاد آدم باید بپذیره و اون رو نگاه بکنه؟ آیه نازل شده اگه نگاه نکنیم خدای نکرده گناهه؟ مگه باید هر ایمیلی رو باز کرد؟ میدونید چقدر از این ایمیل ها، چقدر از این سایت ها ویروس تو روحتون وارد میکنه، تو ذهنتون وارد میکنه. مشنگ بعدی که در مورد اصول استراتژیکی نظام بافندگی میکنه روازاده آخوند بی عمامه و از مشتریهای ثابت مشنگستانه. اینم امام یاد داد به این کشور جنگو ببرید بیرون و تو کشور راحت زندگی کنید. ما هم این کارو کردیم. خدا رو 100,000 مرتبه شد. ما الان با لغت‌ها بازی میکنیم تو اخبارمون مجبوریم. ولی تو جمع خصوصی میتونیم بگیم دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم. ما اصلا با این مخالفیم. مشنگ بعدی طراحی شیوه مقابله با تهدیدات اعتراض جوانها در جریان مسابقه فوتبال رو به عهده داشت. اول ببینیم ترس رژیم از این داستان چقدر بود. باید بگیم بازی استقلال پیروزی خدا به خیر بگذرونه. نظام با یه حمله پیشگیرانه 101 آخوند رو تو استادیوم پخش کرد که هر کدوم یه مجموعه رو کنترل کنن. اما کنترل که چه عرض کنم، جوونا حالی ازشون گرفتن که دیگه اون طرفا پیداشون نشه. آخرین مورد هم حجت الاسلام روباه بود که همراه یه مش آخوند و بسیجی به دانشگاه لشکرکشی کرد تا این راهنمودهای مهم رو بده. مواظب باشید قلبتون قسی نشه. چی قلب رو قسی میکنه؟ موسیقی قلب رو قسی میکنه. آرزوهای طولانی قلب رو قسی میکنه. در پایان توجه شما رو به یک شیرینکاری فوق سنگین تقدیمی دکتر بزن بهادر جلب میکنیم که دست فرمون پای یک رو با محاسبات مهندسی جمع کرده تا بتونه منبع 30,000 لیتری رو
بدون جر ثقیل بار بزنه و دستی رو بکشه و سویچ رو تحویل بده.